به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو اسرانه. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید سلامت و دلخوش باشید و مسیر زندگیتون پر از نور و امید باشه. خب در قسمت اول برنامه داستان کوتاهی رو براتون نقل میکنم و در قسمت دوم به اتفاق سری به باغ زیبای مثنوی میزنیم. و اما داستان زیبا و شنیدنی ویلیام جیمز. ویلیام جیمز کسی بود که در یک خانواده ثروتمند و درجه یک آمریکا در قرن 19 به دنیا آمد. ویلیام از همون کودکی مدام مریض بود و اکثر مواقع نمیتونست از اتاقش بیرون بیاد. به همین دلیل رو به نقاشی آورده بود. اون فکر میکرد با شرایطی که داره و همینطور علاقهش مسیر هنری خوبی رو انتخاب کرده. اما غافل از این که پدرش مدام به اون سرکوفت میزد و اون رو مایه ننگ خانواده میدونست، چرا که برادر و خواهرهاش هر کدوم برای خودشون کسی شده بودن. پدر با کلی پارتی بازی اون رو به دانشکده پزشکی روونه میکنه و میگه این آخرین فرصتی هست که داره. خود ویلیام در خاطراتش نوشته که وقتی از بیمارستان روانی ها بازدید میکرده با بیماران احساس نزدیکی داشته. چند ماهی هم تلاش میکنه که در دانشکده پزشکی بمونه، اما متوجه میشه که برای این رشته ساخته نشده. دل رو به دریا میزنه عزیزان و از دانشگاه انصراف میده و برای دور بودن از فضای سمی خانواده توی تور بازدید از آمازون ثبت نام میکنه. متاسفانه وسط راه آبله میگیره و تا سرحد مرگ پیش میره، اما به طور معجزه‌آسایی زنده میمونه. ویلیام در تمام عمرش خودش رو قربانی زندگی میدونست تا اینکه در حین سفر با کتابی آشنا شد که تمام بنیاد فکریش رو عوض کرد. به خودش گفت که بذار تا 1 سال با این فکر زندگی کنی که مسئول 100% اتفاقات زندگی خودت هستی. دوستان، با این فکر میدونید که چه اتفاقی افتاد؟ همون پسری که مایه ننگ خانواده بود شد پدر علم روانشناسی در آمریکا که کل جهان برای حضور در سمینارهای روانشناسی دعوتش میکردن. عزیزان، هر وقت احساس کردید که قربانی شدید، فقط و فقط ویلیام جیمز رو به یاد بیارید و سعی کنید مسئولیت زندگی خودتون رو به عهده بگیرید. در بخش دوم برنامه آماده باشید بریم به باغ زیبای مثنوی و دقایقی رو در اونجا به اتفاق باشیم.
عزیزان، هر چقدر در این مسیر که حرکت میکنیم روح وجودیمون رو بیشتر حس کنیم، به همون نسبت گرگ درون رو که همون نفسمونه ضعیفترش میکنیم. مولانا میگه عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. وقتی موسی به محل قرار با خداوند در کوه تور آمد، گفت خدایا خودت را به من نشان بده. خداوند به حضرت موسی فرمود تو توان دیدن مرا نداری، تو نمیتوانی من را ببینی. اگر کوه در جای خودش ماند میتوانی من را ببینی. خداوند که همون عشق الهیه در کوه تجلی میکنه. کوه از هیبتش که به اون تجلی شده خرد و تکه تکه میشه و حضرت موسی بیهوش میفته. وقتی به هوش میاد خداوند رو به پاکی یاد میکنه و در اینجا اثر عشق که خداوند از جنس اون هست متوجه میشه و مولانا میخواد بگه که چطور از این عشق کوه متلاشی میشه. زمانی که انسان عشقها و دوست داشتنی های زمینی رو عزیزان تجربه میکنه، میبینه که فقط و فقط یک عشق هست که پایداره، سوختنی نداره و اون هم عشق الهیه. چرا که فقط با عبادت نمیشه مفهوم عشق الهی رو متوجه شد و به اون عشق حقیقی رسید، بلکه با مهر و محبت و کمک و همیاری به هم نوعان خودمون میتونیم به اون روح الهی، به اون عشق الهی نزدیک بشیم. با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی، من گفتنی ها گفتمی. میگه مثل نی، وقتی نی با لب در تماس میشه نالش شنیده میشه. وقتی مولانا میگه روح الهی در انسان بیدار شد، حرف و عمل زیبا میشه. اون وقتی که همه زیبایی ها رو میتونه ببینه، بشنوه و همینطور بگه. در غیر این صورت امکان نداره مسیرش زیبا باشه. هر چیز زیبا رو از آن حق میدونه و میگه اینها همه از نور حقه و به خودش نسبت نمیده. هر زمانی که به خودمون نسبت دادیم نعمتها کمتر و نفسمون تقویت شده. همه زیبایی ها از آن حق و بس. خداوندا خودت نور درک و روشنی رو به همه ما عطا بفرما. پایان بخش برنامه جمله زیبایی از مثنوی معنوی. دروغ گفتن سمیه که زیبایی انسان رو میگیره و صفای چهره رو از بین میبره. عزیزان، همه شما رو به دستان پرتوان حق میسپارم و امیدوارم در هر کجا که هستید ایام بکام باشه.